در محله چدر ریورساید در شهر مینیاپولیس امام مسجد دارالهجره در نماز جمعه مردم را به اشتراک در انتخابات تشویق می‌کند. موضوع تشویق مردم بود که رای بدهند، به خصوص مردم سیاه‌پوست از سومالی و شرق افریقا که تاریخ و حق رای دهی را بدانند. موضوع امروز اهمیت رای دادن بود. شیخ شریف یکی از روحانیان در مینسیت است که بعد از نماز مردم را به رای دهی تشویق می‌کند. به گفته او تشویق مردم به انتخابات مخالف با اصولهای مسجد نیست. شیخ شریف به مردم میگوید رای دادن یگانه راهی تغییر آوردن در نظام و رساندن صدایشان است. در تاریخ امروز امریکا اختلافات و نفرت بسیار زیاد است، به خصوص در سیاست. اگر مردم مسلمان و مردم سیاه‌پوست از شرق افریقا میخواهند در جریان‌های سیاسی شرکت کنند و نظام تغییر یابد، پس باید رای بدهند. تشویقات در مسجد سبب شد بعضی ها بعد از نماز پیشین به مرکزهای رایدهی بروند و قبل از مهلت آواز بدهند. خالد محمد حسن از سومالی یکی از 10 نفر است که بار اول رای داده است. بار اول است رای دادم. برای نامزد مسلمان رای دادم و برای مسائل تندرستی. در بین نامزدهای مسلمان از مینسیت محمد نور هست که میخواهد وکیل شود. نامزد ما باید برای حمایت ما از اسلام ستیزی، مهاجر بدبینی و دیگر چیزهای کار کند که به سبب عملکردهای حکومت امروز ما با آنها روبرو شده ایم. سال 2016 هم اکثریت زادگان سومالی که در این ایالت زندگی میکنند بر ضد رئیس جمهور دونالد ترامپ رای دادند. در این انتخابات آنها امید دارند که با نیروی تازه و دلگرمی میتوانند به دموکرات ها کمک کنند.